توی حال و هوای این روزایی که سریال محبوب اسکوید گیم اومده، بد نیست چند تا از بازیایی که مودهای اسکوید گیم داخلش هست رو بازی کنید. بریم برای ادامه ویدیو و معرفی بازی ها. درود گایز، حالتون چطوره؟ امیر سیلکو هستم. خوش اومدید به چنل آیسم ریویو. اگه سریال اسکوید گیم رو ندیدید، فصل 2 رو، ممکنه داخل این بازیایی که معرفی میکنم، بازیایی که داخل اسکوید گیم اتفاق میفته و انجام میشه، داخل اینا ممکنه براتون اسپویل بشه، یعنی بدونید که چه بازیایی قراره تو فصل 2 اتفاق بیفته. در کل اکثرا فصل 2 رو هم دیدم. خب بریم سراغ بازی ها. موقعی که فصل 1 اسکوید گیم اومد، بعد مدتی بازی کراب گیم انتشار شد که کامل سبک اسکوید گیمه و میتونید برید با دوستاتون بازی کنید و مودهای خیلی زیادی داره و میتونید اونا رو تجربه کنید. و بازی بعدی، بازی که خودم هم دوستش دارم، بازی فورتنایت. داخل بازی فورتنایت یک مود اضافه شده که بازی های اسکوید گیم رو میتونید اونجا برید بازی کنید و اینکه قطعا این دو تا گیم قابل مقایسه نیستن، ولی هر کدوم هیجانهای خودشونو دارن. داخل بازی فورتنایت فصل 1 و 2 بازی های اسکوید گیم داخلش هست و میتونید برید تجربهشون کنید و کلی با رفیقاتون میتونید خوش بگذرونید. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. تا ویدیوهای بعدی، به امید دیدار.